کت خدا، ما آماده سفر هستیم، کاری نداری؟ الاغچی به کجا همی می روید؟ می رویم تا از دشمنان انتقام سخت همی بگیریم. زرشک، با این خر لنگ افتضاح تخت هم نمی توانید بگیرید، چه برسد انتقام سخت. به جای این قمپزها یک راست بروید عمان آباد و مذاکره همی بکنید. مذاکره عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه هم نیست. زرزر اضافه موقوف، حرف منو به خودم برنگردونید. شرافت کیلویی چنده بابا، هوا پسه. مذاکره غیر مستقیم همی بکنید، مستقیم هم شد. فقط دستاورد یادتان نرود. من از شما یک دستاورد خوب همی میخواهم. الاغچی، قرقر، دستاورد. خاک بر سرت. خیر سرتون قرار بود پشتتون آب بریزم، برید گم کنید گورتونو. برگشتید، چطور بود؟ خوب و سازنده همی بود. من که خبرنگار تلویزیون نیستم الاغچی نفله. بگو ببینم دستاوردتان چه بود؟ کت خدا، این دست بیل طلایی را دشمنان در جیبم همی گذاشتند. آخ، مرا چرا همی میزنی؟ تقصیر من نیست، این قرقر خودش دستش کج است، به من چه مربوط است؟ خاک بر سرت. تو هم یک نعل طلایی، پالان زربفتی، آفتابه نقره‌ای، چیزی میدزدیدی که لااقل یک دستاوردی داشته باشی. کت خدا، این دستاوردا دردی از تو دوا نمیکنه. ته خط یا خودکشی یا مرگ، راه دیگری نمی باشند.